چه نوع رفتاری به کودکانمان آسیب میرساند؟ آسیب روانی به کودکان یکی از شایع‌ترین رفتارهایی است که والدین با کودکانشان انجام میده. بسیاری از خانواده ها همین رفتارهای آسیبزا یا رفتارهایی که به روح کودک و نوجوان آسیب میرسانه اینها را نامش را میگذارن تربیت، اما در واقع اینها تربیت نیست بلکه وارد کردن آسیب در روانی کودکان میباشه. در این برنامه بسیار کوتاه برای شما صحبت میکنم که چه نوع رفتاری برای کودکان یا در روان کودکان آسیب میرسانه و کودکان را دچار یک نوع اختلالات رفتاری میکنه که بعد از اون مادر یا پدر یا هر دو دچار یک نوع هراس و سراسیمگی میشه که چرا فرزند ما یک چنین رفتاری را انجام داده است. و بسیاری از خانواده ها رفتارهایی را که انجام داده و آسیبی که برای کودکانشان وارد کرده اونها را نادیده میگیره، بیشتر توجهشان متمرکز میشه به بیرون که بچه های ما از کوچه ها یاد گرفته، از دیگران یاد گرفته، فرزند همسایه بد بوده و این و آن را توجیه میکنن، در حالی که بسیاری از این تقصیرها در گردن رفتار والدین هست که در دوران کودکی انجام داده و از این رفتارها آگاهی چندانی هم نداشته است. پس بیاین توجه کنیم که بسیاری از رفتارهایی که ما انجام میدیم متاسفانه ناآگاهانه در خانواده اتفاق میفته و کودکانمان آسیب میبینه. چند تا رفتار آسیبزا را در خانواده برمیشمارم، یعنی والدین اگر چنین رفتار را انجام بده معمولا کودکانشان مورد آسیب روانی قرار میگیره و این آسیب باعث از این میشه که دچار یک نوع اختلال رفتاری شه. اختلال را همه شما میدانید و بعدا هم در موردش صحبت خواهیم کرد و عوامل اجتماعی را هم در پی اشاره میکنم. من این عوامل را برای شما برمیشمارم، امیدوارم که مورد توجه قرار بگیرد. از جمله عوامل خشونت یا دعوای زیاد در خانه. کودکانی که در خانواده های بزرگ میشه که دعوا میکنه با هم، خشونت میکنه، کودکان احساس امنیت نمیکنه و چون احساس امنیت نکرد اونگاه هسته که دچار یک نوع اختلال رفتاری میشه. اختلال رفتاری و اون اینه که دروغ میگه، دزدی میکنه، کودکان اضطراب دارد، استرس داره و بیخوابی داره، ترس داره. همه از اینها برمیگرده به اینی که یک خشونت یا دعوایی در خانه وجود داشته و این عامل استرس یا آسیب کودکان میشه. دوم، بی‌توجهی یا محبت کم. کودک یاد میگیره که ارزشمند نیست، دچار کمبود اعتماد به نفس میشه، یعنی در خانواده‌هایی که به کودکان توجه نمیشه یا محبت کم برای کودکان داده میشه و این باعث از این میشه که کودکان دچار یک نوع اختلال رفتاری شه و اختلال رفتاری کودکان ریشه در آسیب روانی داره که از بی‌توجهی یا بی‌محبتی پدر و مادر هست. سوم، تربیت سختگیرانه یا تنبیه شدید. اگر مثلا تربیت سختگیرانه باشه یا تنبیه شدید باشه و یه باعث ترس و اضطراب دائمی برای کودکان میشه. وقتی کودکان با ترس و اضطراب دائمی روبرو شه دچار یک نوع اختلال رفتاری میشه. باز هم تاکید میکنم اختلال رفتاری مانند ترس، اضطراب، دروغگویی یا مثلا شب ادراری در بستر یا ترسیدن از تنهایی، ترسیدن از تاریکی و مسائل دیگر از این قبیل جزء اختلال رفتار حساب میشه. بنابراین تربیت سختگیرانه یا تنبیه شدید خیلی هم زیان آور هست. چهارم، والدین خودشیفته یا کنترلگر. خودشیفتگی یعنی که تمام خوبی ها را به خودش نسبت میده و بدی را به دیگران. والدینی که دچار این نوع خودشیفتگی باشه یا کنترلگر باشه میگه در رفتار من اصلا اراد نداره، اونچه که اراد داره از این است و یا مگر مثلا یک چنین رفتار از ما یاد نگرفته، حتما رفتار پدرش یا از اقارب دیگرش چنین بوده و این کودک هم چنین رفتار را یاد گرفته. والدین خودشیفته یا کنترلگر معمولا کودکان ناامن، اضطرابی با اختلال رفتاری را تربیت میکنن. این عوامل خانوادگیه. اما عوامل اجتماعی، یکی فشار مدرسه و رقابت شدیده. کودک احساس شکست یا ناکافی بودن میکنه، دچار یک نوع رفتارهای بد میشه. مدرسه فشار میاره که درس خود بخون، رقابت شدید وجود داره و این رقابت ها معمولا اختلال های رفتار در پی داره. فقر و مشکلات اقتصادی از دیگر عوامل اجتماعی
که نگرانی های خانواده و کودک منتقل میشه و کودکان دچار یک نوع استرس میشه و اضطراب. بنابراین مشکلات خانوادگی یا فقر را هرگز به کودکانتان انتقال ندهید، به خاطری که آنان در معرض آسیب‌های روانی قرار میگیرند. تبعیض یا طرد اجتماعی، کودک احساس میکنه پذیرفته نشده و تنهاست، که معمولا در جامعه‌ای که قوم پرستی باشه، نژاد پرستی باشه یا مسائل ازی باشه که یک قدرتی برتر وجود داره، امتیازهای بهتری را نصیب خودشان میکنه، کودکان دیگر آسیب میبینه و این آسیب باعث میشه که اونان دیگر رفتار درست را از خودشان نشان ندهند. بنابراین عوامل اجتماعی برای تربیت کودکان و فرزندان هم بسیار مهم است و به خصوص تبعیض یا طرد اجتماعی. عوامل زیستی و ژنتیک هم وجود داره که برای او در این برنامه نمیپردازم و ممکن است آسیب‌های دیگر هم وجود داشته باشه، عوامل دیگر که معمولا از دست دادن عزیزان هست. مثلا کودک اگر یک عزیز را از دست داده باشه، به هر شکل به هر دلیلی غم شدید و احساس ناامنی ایجاد میکنه و این باعث میشه که دچار مشکلات رفتاری شه. حوادث ناگوار یا جنگ و مهاجرت کودکان را دچار ترس میکنه و این دچار ترس باعث میشه که رفتار نادرست انجام بده. سوء استفاده یا آزار یکی از جدی‌ترین منشأ آسیب روانی است که اثرات بسیار طولانی داره. کودکان وقتی مورد سوء استفاده یا آزار قرار میگیره، آسیب‌های روانی را تجربه میکنه. متاسفانه که درباره سوء استفاده یا آزار کودک در برنامه‌های دیگر به طور مفصل با شما صحبت‌هایی خواهم داشت. موفق و کامگار باشید.